شاهد 129، پرنده‌ای بدون سرنشین، چابک و رزمنده‌ای که با چشمانی تیزبین از آسمان خاک پاک وطن را نگاه می‌کند تا متجاوزی حتی هوس شیطنت به ذهنش خطور نکند. جنگنده بدون سرنشین کاملا بومی ما سپاهی است و به تعداد زیاد در مرزهای ایران اسلامی مستقر است و پاسدار کیان کشور عزیزمان. ایران جزء 5 کشور سازنده پهپادهای رزمی است و شاهد 129 جنگجویی است با قابلیت‌های فراوان. شناسایی رزمی، مراقبت، جنگال، مأموریت‌های مختلف برای هواپیما تعریف شده. خب اینجا محل خلق بمب‌های پهپاد شاهد 129 هست. بمب‌هایی که برای شب و روز اهداف ثابت و متحرک استفاده میشه و همه این بمب‌ها کاملاً هوشمنده. پاسدار آسمانی مرزهای ایران در هر پرواز 8 بمب هوشمند و نقطه زن را با خود حمل می کند و می تواند تا 25,000 پا اوج گیرد. قابلیت حمل سوخت زیاد رو با خودش داره که رسوندن به 24 ساعت مداومت در روز و شب رو برای ما مقدور میکنه. خود حساب کنید شاهد 129 چه مسافتی را برای عملیات طی می کند. پهپاد کاملا بومی ما ایرانی ها که ارمغانی از دانشمندان نیروی هوافضای سپاه اسلام است، در صحنه‌های مختلف جغرافیایی به راحتی عملیاتی می شود و حتی از یک ایستگاه چندین فروند برای صحنه‌های مختلف رزم کنترل می شوند. ایمان و اعتقاد، اشراف اطلاعاتی، فناوری‌های نوین و قدرت رزم ویژگی اصلی سپاهیان اسلام است. جالب این که شاهد 129 بارها دشمنان نظام را هدف قرار داده و اشرار و ضد انقلاب هراسی جدی از این پهپاد دارند، چرا که نمی‌دانند چطور ناگهان منهدم می‌شوند. دوربین جنگنده بدون سرنشین سپاه پاسداران قابلیتی ویژه دارد و شب و روز برایش فرقی نمی‌کند. از فاصله دور و ارتفاع بالا بهترین تصویر را به فرمانده می‌دهد و بمب‌های هوشمند را تا خود هدف راهنمایی می‌کند. عملیات رهایی انجام شد. دشمنان چشم و گوش تیز کنند که شاهد 129 24 ساعته بالای سر آنهاست. بهتر است خطایی از آنها سر نزند. و خلاصه این داستان یکی از مأموریت‌های یکی از پهپادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرزهای جنوب شرقی کشور عزیزمون ایران اسلامی است. شاهد 129